ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Мо имрӯз дар меҳмонии устоди ҳунар Абдулло Хаёлов қарор дорем, зеро ки ин шахс дар байни мардуми водии Зарафшон обрӯю эътибори баланд ки дошта, мо имрӯз меҳмон шудем. Аввалан ташаккури зиёд устод ки моро ба меҳмонӣ қабул кардед. Хушомадед. дар барномаи мо иштирок кардед студед. Ман аввал мехостам барои мухлисони худатон аз ҳамон давраҳое ки нав ба ҳунармандӣ қадам задед, аз ҳамон давраҳо камакак ёдовар мешудед. تشکر زیاد امید جان. من با دادر عزیز پرویز جان خوش آمدیدتان با درگاه ما. مرید تاج سر. من امید جان از سال 1970 وقتی سنف یک میخواندیم، اون وقتا در محفل های مکتبی کرجاک های وای بود، هوسکاران بود. بعد معلم ها جمع میکردن که کی سرود خوانی میکند. من که از خوردی که پدرم 5 سال بودم، اگر باب قشقری آورم اما توفه کرده بودن. من هم وقتا رادیوهای گوش میکردیم، خیلی آنقدر تلویزیون وای نبود، رادیوهای گوش میکردیم. حافظای نامی بودن، خواجه عبدالعزیز، شریف جورایوف، عبدالله نرزی جوری بیگ مراد، بای محمد نیازوف، آدینا هاشم ظفر نازیم. همین های گوش کردن الهام سند میر سند در دل ما جا شد. من بعد از همون وقت سر کردم ما و صنعت رغبت پیدا کردیم. من از شکر خدا من قریب 40 سال میشه که ما با صنعتیم، با خلقیم، با هنریم. با این بدیهی مرغدر از کدام سال اینجا سال 1997 سال 97 تا سال 97 در دهه زیرسار زندگی میکردیم. بعد از اون کوچ بستیم اینجا. برای من همه جای تاجیکستان وطن است. سبب آنه که در مخلصای شما تشنه سرودخوانی های شما که هستند سخن به درازا نمیکشم. من میخواستم یگان سرود بهر تماشابینا زمزمه میکردم. تشکر. شیر از کمان نسل آهنگ از خودم. نام سرود بسم الله. صبحی دم نور خدا بسم الله، صبحی دم نور خدا بسم الله، دری از غم رها بسم الله، دری از غم رها بسم الله، آن کلید از همه درها را می کند باز به ما بسم الله، آن کلید از همه درها را می کند باز به ما بسم الله. یکی ره گم زده از بیدستی، دست دستی رها بسم الله، یکی ره گم زده از بیدستی، دست دستی رها بسم الله، رونقی هر قدمی شاه و وزیر، مژده نان گدا بسم الله، رونقی هر قدمی شاه و وزیر، مژده نان گدا بسم الله. سن گله درگاه مراد، ای خدا منی ما بسم الله،
خدا منی ما بسم الله صبحی دم نوری خدا بسم الله دری از غم رها بسم الله صبحی دم نور خدا بسم الله ای خدا منی ما بسم الله استاد عزیز اساسا از ایجادیاتی کدام شاعرها استفاده می‌برید؟ من بسیارتر از کلاسیکا میخوانم از شاعر معاصرم بسیارن از استاد کمال ناصر سرمد استاد لایق انبی ابن عطا کریم و با شاعرای جوان هستن بسیار شاعرای جوان هستن بعد من زبیدالله جامد فیروزی نظام الدین بعد با صباح الدین جوری حسن آبادی بسیار شاعری که زبیدالله گفتید از همین دیه مرده از همین دیه مرده هستن از خدا رحمتی شدن بسیار خوب می نویسن یگان سرود ایجادیاتی هم مثلا تیار کردگی داره؟ هم کسان سرود یک تا سرود من میخوانم سرود بزن هم ایجادیاتی از دو شاعر گرفتگی فیروزی نظام الدین و از جامعه گرفتگی اتون نظام نه در باره بطن وطن بر کوساراند بیمیرم وطن بر چشم ساراند بیمیرم وطن خاکت بود بهتر ز طیلا وطن خاکت بود بهتر ز طیلا وطن بر برف و باراند بیمیرم وطن بر کوساراند بیمیرم وطن میرم به شانی باستانت وطن میرم به حسنی مردمانت وطن میرم به شانی باستانت وطن میرم به حسنی مردمانت بیمیرم من به هر یک خار سنگت بیمیرم من به هر یک خار سنگت بیمیرم بر صدای بلبلانت بیمیرم بر صدای بلبلانت مگه کی من سیخشم یازی خطلم خوجندیم و اهلی زرب شد مگه کی من سیخشم یازی خطلم خوجندیم و اهلی زرب شد بدخشانی و رشتی و حصاری بدخشانی و رشتی و حصاری همه فرزند ما در تاجیکستان همه فرزند ما در تاجیکستان همه فرزند ما
در تاجیکستان. در جدی ایجادیات، در جدی هنر استادگان شاگردی هم برآوردگی هستند؟ ها شاگردها هستن. من همین بابا جان اماندلا، خاور مرادوف، بعد با حافظای دیار هستن، واجب صابروف، پرویز جان غیاسوف، معروف یزدان قول دوسلیوف، بعد فرقت جان، شاد ورز. ما وقتی که این استاد میخواندیم در اونجا ما اولین استاد اساسی پدری عزیز ما، بعد با دانشگاه که رفتیم در اونجا استاد ابوبکر زبیدوف بودن، خدا رحمت احمد بابا قولوف، بعد عبدالمجید بیردیوف، افسرشاه شادیوف، جوره بیگ مراد ظفر نادم. اینا وقتی که سردی همین حافظایی که میخوانید و میکنید اونا حق استادی دارن. اگر شما یگان دستان گذن نشان نداد باشنم ما همون سردی همون گوش میکنیم که خانخا و استادی دارن، حق استادی دارن. بود یگان دوره هایی که در راه ایجادیات مشکلی کشیده هستید، مثلا شاید اذیت کشیدید و خواستید که ترک همین کسب کنید؟ خب این خیلیش نشده است میجانم. نگه وقتی که زمانهای بسیار زندگی مردم وازم بود که زندگی وازم آخر توی سر قریب که نمیشد، قریب که نمیشد. همه وقتا خیلی یک دو سه سال بفکرم سند به نزدیک میخوانم بخواه خودم برای خود وای میکردم و فراموش نشود بوده یکی معرکه ها نبود. اما شکری خدا، من شکری من تیمجوی امانی، من شکر میکنم که با دستگیری پیشوای معظم ملت ما محترم جناب ولی امام رحمان امروز 6 مقام دولتی گرفت، فلنگ مقام دولتی گرفت، صنعت فرهنگ به درجه هاش رشد و نمو یافته شده. شکر این آبادی، شکر این آزادی، شکر این تنجی مملکت ها. از برون از مملکت از جمهوری تاجیکستان هم هنرمندی کردید؟ من 3 بار در سفرهای هنری در شهرهای روسیه، در مسکو، در قزان، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، در اوفا، در کراسنیارسک برنامه‌های کنسرتی شده. 3 مرتبه سال 2008، 2010، 2019 در همین سال من با برنامه کنسرتی رفته هنرنمایی کنیم. یکمین سرودی که شما ایجاد کردید یا اینکه سرایید در خاطر داره؟ سرودی آهنگ اولینم این شعر از هلالی بود. لعلی جان بخشد که یاد از آب حیوان میدهد. همین سرود بود. اولین مرتبه. حالی هم درجه داره. بگذار مخلصان شنیده باشن کدام سرودش می‌داره. لعلی جان بخشد یاد از آبی حیوان میدهد. لعلی جان بخشد یاد از آبی حیوان میدهد. زنده را جان می ستاند، مرده را جان می دهد. دل مگر پابسته زلفی تو شد که از حال او یاری باد می آید خبرهایی پریشان می دهد. باد
یاد می آید خبرهای پریشان می دهد. نیست دردی عشق خوبان را به درمان احتیاج، گر طبیب این درد بیند ترکی درمان میدهد. موجبیم گیریه هایی تلخ میدانی که چیست، ایشوی شیرین کن لبهای خندم میدهد. ای اجل سوی هلالی بهر جان بردن میا، ای اجل سوی هلالی بهر جان بردن میا، زان که عاشق گاهی مردن جان به جانان میدهد. زان که عاشق گاهی مردن جان به جانان میدهد. تشکر بازتون خسته نشود. ما عروسی یک جان تشکر ها میخوندم که ما رو قبول کردید برای مخلصان خودتون یک صحبت خیلی خوب داشتیم. ما که از دهه دشت قاضی هستیم میخواستم که از روحی استاد شد باشد، از استاد عطا کریم یک تو زمزمه میکردید با همین برنامه رو انجام میبخشیدیم. بعد سردیم بعدی سری من ای پسر ناله مکن جانی پدر، بعدی سری من ای پسر ناله مکن جانی پدر، بر سری قبرم هر سفر یک فاتحه خوان و گذر، بر سری قبرم هر سحر یک فاتحه خوان و گذر. تو بر خدا زاری نما بر مادرت یاری نما، تو بر خدا زاری نما بر مادرت یاری نما، بر خواهران او دادرت دستی مددگاری نما، بر خواهران او دادرت دستی مددگاری نما.
راضیت بالا مگیر دستی یتیمان را بگیر خود راضیت بالا مگیر دستی یتیمان را بگیر دانسته باش ای گل پسر حالی بدی دارد صغیر دانسته باش ای گل پسر حالی بدی دارد صغیر اجرانا گفتی خدا در راه حق شب جان فدا اجرانا گفتی خدا در راه حق شب جان فدا اصلا پرتا از زبان ذکری محمد مصطفی بعدی سری من ای پسر ناله مکن جانی پدر بر سری قبرم هر سفر یک فاتحه خوان و گذر بر سری قبرم هر سفر یک فاتحه خوان و گذر برای قدم راجع کن تو رحمت حضور دلم خواهد که باشم دائما مهمان مرغی در ببخشد نور بر دیده گلی خندانی مرغی در چو بر این دشت خشکی بی گیاه آبی روان آمد دیگر شد از کدومی آن سر و سامانی مرغی در شمالی فور می رودی زرفشان می وزد اینجا سزد خانم سرودی تا ز اندر شانی مرغی در زی ارتو چو مداره که خانه ساکنن اینجا همه در وحدتند و هر یکی شد جانی مرغی در همه در وحدتند همه در خانی مرغی در زی خاکی رودکی اینجا دم از صد بر گوره ها دماغی من معطر می کند ریحانی مرغی در همه خویش و تبارند و همه شادی شریکی هم تمامی نعمتی الوان
بود در خاکی مرغی در تمامی نعمتی الوان بود در خاکی مرغی در همه خویش و تبارند و همه جادی شریکی هم تمامی نعمتی الوان بود در خانی مرغی در تمامی نعمتی الوان بود در خانی مرغی در با پنجره دو کلالی و با شش قد آشنا باشد چش سیری حسار پاره از نامی مرغی در نبی هر صبحی دم در شهری مسکب این دعا گوید نبی هر صبح دم در شهری مسکب این دعا گوید نبینم تا قیامت هیچ گاه پایانی مرغی در 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 خیلی بای اولش فقط آواز شکردیم آدم شاعر رو باید به مهاجرتی مهنتی بده مسکو به زندگیشون یا جمع تشکر سلامت و سربلند باشید رحمه این خدا خواهد آینده با خوبتر وای میکنیم انسان بلوای کرده خوش کرده خدا خواهد